نوشتم خودکار زمین ننویس دیگه بابا. نوشتم دارم کاملش میکنم. بابا قانون اسفامین اینجوریه که یکی کامل بنویسه بقیه نباید بنویسن. همه مثل تو که تون نمی‌نویسن. قانون بازی باشه. حالا ببینیم این دفعه کی میبازه. من و مامان تیمی همیشه برنده ایم. درسته مامان؟ نمیدونم راجع به چی داری صحبت میکنی مامان، ولی من با هیچ کدومتون تیم نیستم. من همتون رو به یک اندازه دوست دارم و طرفدار همتون. واقعا اصلا به من نگفتیم بیام بازی. مامان داری چیکار میکنی؟ هیچی. بابا نوبت تو بگو اسم. مژگان نمیشه. ژ داره دیگه. نه بعد با ژ شروع شه بابا. خب با پس تو هیچ امتیازی نمیگیری. ماما نوبت توئه. ببینم این دفعه چطور میخوای بچه محبوبتو نجات بدی. واقعا نمیدونم منظورت چیه عزیزم، چرا اینجوری صحبت میکنی؟ من به عنوان مادر هیچ تفاوتی بین شما نمیذارم. اینو بدون. اسمم نتونستم بنویسم. باشه. پس تو هم مامان امتیاز نمیگیری. من اسم نوشتم ژینا. خب حالا نوبت توئه. مگه ننوشتی؟ چرا داری فکر میکنی؟ راستی اینو بهت گفتم. دختر خاله آقا رضا بچه دار شده. به سلامتی. دختر یا پسر؟ دختره، اسمش هم گذاشته ژاله. چه قشنگ. اسم نوشتم ژاله. بازی نمیکنم بابا. بابا بید خودمون بازی کنیم. بی جنبه است.